3, 2, 1, go! از شنبه مطابق برنامه‌ای که ریختم برای کنکور آماده میشم، ورزش میکنم، رژیم غذاییمو میگیرم. اینا جمله هایی هستن که همه ما بارها و بارها به خودمون گفتیم و اکثرا این شکایت رو داریم که برنامه ریزی میکنم اما نمیتونم مطابق برنامه‌ای که ریختم کاری که میخوام رو شروع کنم. باید به این موضوع دقت بکنیم که صرف برنامه ریزی کردن باعث نمیشه که ما بتونیم یک رفتاری رو شروع بکنیم. ابتدا باید اون رفتار در خزانه رفتاری ما موجود باشه، ما بعداً بتونیم که با استفاده از برنامه ریزی اون رفتار رو انجام بدیم. برای اینکه اون رفتار هم در خزانه رفتاری ما موجود بشه، کاری که میتونیم انجام بدیم این هست که خودمون رو با گام‌های کوچیک ابتدا به اون رفتار عادت بدیم. به عنوان مثال فرض بفرمایید ورزش کردن، روز اول 10 دقیقه انقدر این 10 دقیقه رو تکرار بکنیم تا عادت بکنیم به اون 10 دقیقه، افزایشش بدیم، برسونیمش به 20 دقیقه، نیم ساعت، 1 ساعت و بعد از اینکه این رفتار در خزانه رفتاری ما موجود شد، تقویت گرفت به اندازه کافی، ما میتونیم با استفاده از برنامه‌ریزی این رفتار رو هر زمان که بخوایم فراخوانی بکنیم. اما تا زمانی که این رفتار شکل نگرفته، ما با استفاده از برنامه‌ریزی نمیتونیم. برنامه‌ریزی باعث نمیشه که ما یک رفتاری رو موفق بشیم که انجامش بدیم. موفق باشیم.